سلام دوستان. خیلی ازمون پرسیده بودن که چجوری برای گربه هامون غذای خونگی مقوی، سالم و مقرون به صرفه درست میکنیم. ابتدا مرغ رو میذاریم داخل قابلمه بپزه به همراه کدو و هویج بدون هیچ گونه مواد افزودنی مثل نمک و ادویه که برای گربه ها ضرر داره. وقتی کاملا پخت از قابلمه در میاریم میذاریم بیرون خنک بشه که بتونیم مرغ رو ریش کنیم و داخل باقی مانده آب مرغ ماکارونی میریزیم. ما همیشه برای بچه ها کدو استفاده میکنیم، حالا یا کدوی حلوایی یا کدوی خورشتی. کدوی حلوایی انتخاب مناسب تریه چون مواد مغذی بیشتری داره، اما تو همه فصلهای سال نیستش. کدو سرشار از فیبر و آب داره، واسه همین برای دستگاه گوارش گربه ها و رودشون بسیار مفید هستش. به قول دکتر ژاکان هر گربه‌ای که کدو میخوره هیچ وقت مریض نمیشه. ما مرغ رو کامل میذاریم بپزه که از همه اجزاش استفاده کنیم. سینه مرغ به تنهایی واسه گربه ها مناسب نیستش و باعث پوکی استخوان میشه. وقتی مرغ رو به طور کامل میذاریم میپزه میشه از قضروفاش هم استفاده کرد. بهترینه که داخل غذای بچه ها حتما پای مرغ هم اضافه کنیم چون برای مفاصل گربه ها خیلی مفیده، ولی متاسفانه من اینجا پیدا نکردم پای مرغ. حدوداً 1 ساله که ما غذای خشک رو برای همیشه از غذای گربه ها حذف کردیم، چون همین که پیدا کردن غذای اصلی خیلی سخته و همین که مصرف طولانی مدت غذای خشک برای کلیه گربه ها ضرر داره. از طرفی هم دکتر ژاکان گفته بود که ژاکان نباید غذای خشک بخوره چون ژاکان مریضی خودایمنی داره و دائم در حال مصرف دارو هستش. برای همین ما تصمیم گرفتیم که گربه‌ها رو به غذای خونگی عادت بدیم. عادت کردن گربه ها به غذا هم یه قلق خاصی داره که تو ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. خب اینجا ماکارونی اضافه میکنیم و میذاریم بپزه. ماکارونی برای گربه خیلی خوش خوراکه، ولی ما میتونیم به جای ماکارونی از جوپرک یا برنج سفید یا برنج قهوه‌ای استفاده کنیم. این بستگی به انتخاب سرپرستای عزیز داره و رژیم غذایی خود گربه و میزان فعالیتی که دارن. گربه‌های ما چون تو شمال زندگی میکنیم فعالیتشون خیلی زیاده، واسه همین کربوهیدرات ماکارونی رو کاملا میسوزونن. وقتی ماکارونی کاملا نرم شد زیرش رو خاموش میکنیم، میذاریم یک کم خنک بشه که مرغم ریش کنیم و بهش اضافه کنیم و در نهایت با گوشت‌کوب برقی میکسش میکنیم. اما نباید بذاریم ماکارونیمون خیلی خنک بشه چون آبش رو از دست میده و راحت میکس نمیشه. خب مرغامون رو کاملا از استخون جدا میکنیم که داخل ماکارونی بریزیم و میکسش بکنیم. ما اینجا هیچ وقت استخونها و اسکلت مرغ‌ها رو بیرون نمیریزیم. اینا رو همه رو جمع میکنیم و برای سگ‌های بی سرپرست و بی پناه میبریم. حتی زمانی هم که تهران زندگی میکردیم همیشه اسکلت مرغ‌ها رو داخل فریزر نگه می‌داشتیم که زمانهایی که حالا شمال میومدیم یا جایی میرفتیم که سگ‌های بی پناه بودن با اونا غذا رسانی میکردیم. اینجا مرحله آخر کاره. هویج و کدو، ماکارونی و مرغمون رو با گوشت‌کوب برقی کاملا میکس میکنیم. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا به شکل یک خمیر یک نواخت در بیاد. بعد هم یه گوشه میذاریمش تا حدوداً 2-3 ساعت که خنک بشه و بعدم بسته بندی میکنیم و داخل فریزر میذاریم. اینجا بهتره که برای بسته بندی غذای بچه ها قالب داشته باشیم. قالبی که به اندازه حجم مصرفی مواد غذایی خود گربه ها باشه. قالبی که من دارم به اندازه 1 وعده غذایی بچه هاست. بچه ها معمولاً در 24 ساعت 4 وعده غذایی میخورن. تعداد وعده های غذایی و حجم مواد غذایی هم که گربه ها میخورن باز بستگی به فعالیتشون داره. ما از وقتی اومدیم شمال اشتهای بچه ها خیلی بیشتر شده. قبلا که توی آپارتمان بودیم
مصرف غذاشون کمتر بود و چاق‌تر بودن. الان که اومدیم شمال غذای بیشتری استفاده میکنن ولی لاغرترن، از بس که داخل باغ و طبیعت اینجا میچرخن و بازی میکنن. البته که یکی از دلایل اصلی اومدن ما به شمال همین گربه ها بود. گربه هایی که از زندگی آپارتمانی تو تهران دیگه خسته شده بودن و ما هم دلمون میخواست بیاریمشون شمال تا یه زندگی جدید رو تجربه کنن. البته که زندگی تو شمال خیلی چالش داره، خصوصا برای گربه هایی که سالها توی خونه زندگی کردن و بیرون نبودن. اما بچه ها اینجا خیلی خوشحالن از چالش های زندگی شمال و اینکه چجوری گربه آپارتمانی و عادت بدیم که بیرون زندگی کنه و رفت و آمد داشته باشه. تو ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. اینجا بسته بندیمون کامل شد، میریم که بذاریمش داخل فریزر. برای اینکه حالت چسبنده نداشته باشه غذا و دندون بچه ها اذیت نشه، بهتره که داخل فریزر بره و بعد یخزدایی بشه. اینجا بستمون که چندین ساعت داخل فریزر بوده از فریزر در میاریم و در دمای عادی محیط میذاریم که یخزدایی بشه. دقت کنین که داخل مایکروفر یخزدایی نشه، به خاطر اینکه به اون بافتی که مد نظرمونه دست پیدا نمی کنیم. اینجا کاملا غذامون یخزدایی شده و آقای ژیوان هم اومده مسئول کنترل کیفی که کیفیت غذا رو چک کنه. ایشون هم مسئول کنترل کیفی بعدی خانم ژینو. اینطور که میبینین این بافت مد نظر ما بود، بافتی که تقریبا شبیه مرغه و گربه ها خیلی دوست دارن میخورن و دندونشون رو اذیت نمیکنه. یکی از چالش هایی که توی غذای خونگی مطرح هستش اینه که ممکنه ویتامین های لازم بدن گربه ها نرسه. برای همین من با مشورت با دکتر این شربت رو تهیه کردم که سرشار از مواد مغذیه و چون بیسش آهنه گربه ها دوست دارن و میخورن. تو هر وعده غذاییشون یک مقدار اندکی همونطور که میبینین میریزم داخل ظرف غذاشون و بچه ها میخورن و اینجوری ویتامین کامل بدنشون تامین میشه. و همونطور که میبینین آقای ژیوان مسئول کنترل کیفی ما کاملا داره تایید میکنه که این غذا خیلی خوشمزه هستش. خب ویدیو امروزمون تموم شد. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم که محتوای این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه علاقه‌مندین که باز هم ویدیوی آموزشی براتون درست کنیم در مورد گربه ها، لطفاً حمایتمون کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین و توی کامنت ها برامون بنویسین که دوست دارین ویدیوهای بعدی چی باشه. ممنونم ازتون. کوچولوهاتون رو ببوسین. خدا نگهدار.